این رژ لب یه داستان جالبی داره. وقتی که یه شخصی 7 قلم آرایش میکنه میگن چرا 7 قلم آرایش کرد. وقتی از این رستوران به اون رستوران میره میگه چقدر رستوران میره، و یا حتی وقتی میره کافه با دوستاش میگه چقدر میرن کافه. ببینید تو سال 1930 تو کشور آمریکا یه فروپاشی اقتصادی رخ میده، یه فروپاشی اقتصادی خیلی بزرگ که مردم حتی مایحتاج زندگیشون رو نداشتن، حتی نمیتونستن غذای روزشون رو بخرن. اما تو همون برهه زمانی فروش رژ لب 30% افزایش پیدا میکنه. 30%. به این اتفاق میگن اثر رژ لب، لیپستیک ایفکت. وقتی شرایط اقتصادی تلخه و خیلی شرایط اقتصادی بد میشه، مردم رو میارن به حالا دلخوشی های کوچیکشون. طرف نمیتونه بره خونه بخره، میره رستوران با دوستش، میره کافه با دوستش، میتونه یه قهوه‌ای بخوره، میتونه یه رژ لب بخره که خستگی صورتش از بین بره. ما نباید دلخوشی کوچیک آدما رو قضاوت کنیم. آخرین چیزی که شما تونستید بخرید چی بوده؟ آخرین چیزی که اصلا خریدین چی بوده؟ برام کامنت کن لطفا.